در اخبار آزادی از حادثه هایی که یک روزی آخر در تاجیکستان و جهان گذشت خبر میدیم. درود بیننده عزیز، با شما هستم مومین احمدی. امروز 15 ینور است. نگاه به سرخط خبرها. حمله احتمالی امریکا به ایران. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا گفت که اعدام یا به دار آویختن برخی اعتراضگران در ایران به تأخیر افتاده است. کشتارها بازداشته شدند. کشتارها متوقف می شوند. حالا برنامه برای اعدام کسی یا کسان پیش بینی نشده است. مسافرانی که از ایران به تاجیکستان آمدند از حادثه های خونین در این کشور نقل کردند. رومینگمون کار میکرد. فقط SMS قطعی دیگه تمام. شورای سیاسی میگوید شاید رژیم ایران به این اعتراضات تاب آورد ولی در دراز مدت پاش خواهد خورد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 14 ینور در صحبت با خبرنگاران گفته است که ایران حکم قتل اعتراضگران را به تأخیر گذاشته است. پیشتر گفته می شد که با بررسی فوری مقامات ایران چند اعتراضگر را به دار خواهند آویخت. حامیان حقوق شماره کشته شده ها در اعتراضهای اخیر را از 2000 نفر بیشتر می دانند. با گفته سازمان ها حدود 18000 نفر هم بازداشت شده است. نگرانی زیاد است که دادگاه های ایران بسیاری ها را با حکم های طولانی زندان یا اعدام خواهند کرد. شارحان از احتمال دور نمی دانند که در نهایت ایالات متحده آمریکا به ایران حمله می کند. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. احتمال عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا بر مقابل رژیم ایران خاور میانه را ناآرام کرده است، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با اشاره به معلومات از منبع‌های به اصطلاح خیلی مهم جانب مقابل تاکید می‌کند که مقامات تهران اعدام اعتراضگران را متوقف کردند. ما را به طور قاطعانه آگاه کردند و ما معنای آن را تشخیص خواهیم کرد. کشتارها در ایران متوقف می شوند. کشتارها بازداشته شدند. کشتارها متوقف می شوند. حالا برنامه برای اعدام کسی یا کسان پیش بینی نشده است. در ادامه صحبتش با خبرنگاران که شام 14 ینور در کاخ سفید دایر شد، رهبر امریکا وعده داد که اطلاع درباره قطع اعدام‌های ایران تفتیش می شود. گروه مستقل حامی حقوق بشر با نام هرنا که مرکزش در ایالات متحده آمریکا می باشد، روز چهارشنبه گزارش داد که طبق اطلاع ثابت شده در ایران 2435 اعتراضگر به قتل رسیده، بیش از 18000 اشتراکچی اعتراضها بازداشت شدند. حامیان حقوق گزارش می‌دهند که مقامات ایران اجرای حکم اعدام اعتراضگر عرفان سلطانی را متوقف کردند. نزدیکان سلطانی به حامیان حقوق در نروژ خبر دادند که اعدام این جوان 20 ساله میبایست 14 ینور برپا میشد، ولی این عمل به تأخیر گذاشته شد. ترامپ بارها هشدار داده بود که کشتار اعتراضگران از طرف حکومت جمهوری اسلامی با واکنش جدی امریکا مواجه خواهد شد. در این مسئله تهران جواب داده است که اگر واشنگتن تهدیدهایش را عملی کند، نیروهای ایرانی به پایگاه‌های آمریکایی مستقر در منطقه حمله خواهند کرد. روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا در این باره تفصیلات بیشتر نداد، ولی شارحان تخمین می‌کنند که ترامپ امکان حمله محدود نظامی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یا فشار اقتصادی به مانند تحریم وسیع‌تر و حمله‌های کیبرنتیکی برای قطع مخابرات نهادهای تصمیم گیرنده و شبکه امنیتی ایران را بررسی دارد. یک خبرنگار در داخل ایران با تکیه به صحبتش با راننده‌های تاکسی به رادیوی فردا گفت که افسران امنیتی به طبابتگاه‌ها حمله کرده اعتراضگران مجروح را به بازداشتگاه‌ها میبرند و حتی آنهایی را که با خود برده نمیتوانند در همانجا به قتل میرسانند. رادیوی آزادی نمیتواند گزارش‌های حامیان حقوق و منبع‌های دیگر درباره کشتارهای دسته جمعی ایران را مستقلانه اثبات و یا رد کند. در شرایطی که مقامات ایران اینترنت را قطع کردند و هیچ تماسی به داخل این کشور نیست، همکاران ما تلاش کردند وضع در جمهوری اسلامی را از آنهای پرسند که تازه از آنجا برگشتند. صحبت خبرنگاران رادیو آزادی با مسافران هواپیمایی که صبح روز
15 ینور از ایران به دوشنبه رسید. هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کار آشناسورا دارن کسانی که کشته شده باشه و هنوز تظاهرگرا در خیابانا زیاد است. نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن، مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شدن. ما ندیدیم، نه که وضعیت تمام فقط ابانی سبدیم فهمیدیم. فقط چی میگفتن دکترها خیش تبارو که چی گفتن؟ خیلی میگفتن که مثال چی است بانی خودی مردم. اینترنت کار میکنه؟ وابشه یک هفته وابشه شما اینترنت اینجا دوشنبه چه گپ میزنید؟ زنگ زدن نشد یکم خیر خیش تبارو اینا یکم خیر. خودی دکترها چی میگفتن درباره وضعیت در بیرون؟ خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود درباره وضعیت یکم کسی یکم چه چی خبرها هست که آدم بسیار کشتگی زدگی نمیشه؟ اکی این چیز شدیدگی نیستیم، ما ابانی سبدیم. شاید که همه چی درست بشه. آرومه، اوضاع آرومه فعلا. شما امی فعلا هم بله. اینترنت فعلا قطع. انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه. در رسانه ها اینا درباره تعداد زیادی کشته شده ها گپ میزنه. هیچ چیزا شما دیدین با چشم خود؟ چی گپ هست؟ من به شخصه نه، خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشتم داشتیم. بله متاسفانه. میشه با روزایی که شما آمدین چطور است اوضاع داخل تهران چطور؟ در حال حاضر اوضاع آرومه، تحت کنترل نیروهای امنیتیه. این تظاهرگرا و خیابانا هستن نیست؟ نه نیستن. چند روزی که بودم بعد جمع شدن. شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟ نه ما برای یه کاری انجام یه کاری مأموریتی اومدیم، برای کار شخصی. رفته‌های هواپیما و این چیزا طبق معمول است یا کی کدامش؟ دیشب مثل که یه سری پروازها به اصطلاح لغو شده بود ولی خب خودش خوشبختانه صبح پروازها برقرار شد. بعد این که مثلا تماس نیست، اینترنت، این چیزا نیست با خارج، با به اصطلاح پیوندها و نزدیکا تماس نیست، این نگرانی ها وجود داره؟ بله وجود داره متاسفانه. بله просто اینترنت کشتن همین کار کردن که رومینگمون کار میکرد. تماس فقط SMS قطع دیگه تمام. سره نه همین کیش بودگیمون 100 کس بودن یا 110 کس بودن. نه یگون خیلی ترسی که بگیم نه. تظاهرگرا کم شدن. پلیس و اینا زیاد آره تقریب میکنه خانه به خانه یا چطور؟ نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا. میگه که زیاد مؤسسات مساجدش آتش کشیدن بانک‌ها. آره مسجد آره. من از مازندران اومدم از شمال تا تهران. تظاهرات بود؟ در حد یک اعتراض بودن. این بود نظر چند مسافر که امروز از ایران به تاجیکستان آمدند. بررسی تحولات اخیر ایران را ادامه میدیم. اعتراضهای سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی با گریگوری بریو تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید. که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیل را دادن این مقامات به خشونت فوق‌العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و بسیجی ها بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای
پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می‌شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند. کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می‌شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می‌بینم، نه اعتراض‌ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلافات در داخل ایران سرچشمه می‌گیرد. اعتراض‌ها این دفعه از پیشین‌ها با آن فرق می‌کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد. از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها هم جان به سلامت برد چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران‌هایی که در یک وقت دیده می‌شوند عمری این حکومت دراز یا کوتاه می‌شود؟ با باور من با سه دلیل این رژیم میتواند به اعتراضات تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراضهای گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه‌ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده میتوانند به کار میروند. ما گزارش‌های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر میدهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراضها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک محک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقشی بارزتری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراضها خودجوش هستند. آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست. هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرف نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض‌های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری‌های امروزش را ادامه دهد. مجموعه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، فشارهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشد پس تدریجاً پاش می‌خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه‌هایی که همین چیز روی می‌دهد روشن دیده می شود. این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود. سال 2026 در تاجیکستان 2 نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری خبر داده است که اقتدار 2 نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه‌های برقی آفتابی در ناحیه‌های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. ارزش لایحه 250 میلیون دلار حساب شده است. با گفته کمیته سرمایه‌گذاری هر 2 نیروگاه باید سال 2026 به استفاده داده شوند. ماهید کبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. برنامه اینجا به پایان رسید. خبرهای نو و اون خبرهایی که در 15 دقیقه گفته نشدن شما از سامانه آزادیارک و صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، یوتیوب و شبکه ایکس پیدا کنید. با امید خوشروزی‌ها، خداحافظ.